سلام، من شمیمم و به اولین قسمت پادکست 7 هرتز خوش اومدید. موضوع کلی که تو 7 هرتز میخوایم راجبش حرف بزنیم آشنایی با خودمون و دنیای اطرافمونه. چیزی که فکر میکنم باعث رشد و آگاهی فردی و جمعی میشه. این پادکست رو شروع کردم چون دوست دارم خیلی راحت راجب چیزهای مختلف باهاتون صحبت کنم. فقط چیزی که خیلی دلم میخواد بدونید در طول کل پادکست اینه که نه اینجا کلاس درسه و نه من معلمم و نه سخنران انگیزشیم. صرفا قرار تجربیاتم رو باهاتون به اشتراک بذارم. اولین موضوعی که میخوام راجبش صحبت کنم چیزیه که سالها خودم رو فلج کرده بود. نمیدونستم از کجا دارم آسیب میبینم و نمیدونستم دقیقاً مسئله چیه و چه رفتاری رو باید درست کنم. من بر اساس کمالگرایی که داشتم پیشرفتم تو هر موضوعی کند و به شدت اذیت کننده بود. کسایی که کمالگرایی دارن یا اطرافشون آدم‌های کمالگرا هستن این موضوع رو خیلی خوب درک میکنن که واقعا رو همه جنبه‌های زندگی تاثیر میذاره. یه پرانتزی رو اینجا باز کنم، اونم اینه که کمالگرایی باعث پیشرفتت نمیشه، چون خیلی از کمالگرایی این شکلی دفاع میکنن یا این شکلی توجیهش میکنن. انگیزه داشتن، هدف داشتن، تلاش برای بهتر شدن هیچ ربطی به کمالگرایی نداره. کمالگرایی یعنی من تو هر چیزی باید بهترین ها رو داشته باشم و یا به بهترین شکل ممکن عمل کنم بدون اینکه عوامل مختلف رو در نظر بگیرم و اصلا اگه بهترین نباشه بهتر کلا نباشه. یه تفکر صفر و صدی کامل. مثلا اگه میخوایم تو کارمون موفق بشیم تصور میکنیم باید یه مهارت عجیب غریب رو یاد بگیریم یا یه مدرک خاص بگیریم. یا کمالگراها برای برنامه‌ریزی هم خیلی به مشکل برمیخورن. اگه شما هم درگیرید با کمالگرایی، الان که نزدیک سال جدیده امکان داره کلی از کارها رو گذاشتین برای اول سال و قراره همه چیز رو با هم تغییر بدین. تو این سبک از رفتارها میشه رنگ کمالگرایی رو دید. من بعد از سالها روانشناس داشتم و اینکه خودم روانشناسی خوندم بالاخره تا حدی نقش کمالگرایی رو تو زندگیم کمرنگ کردم. برای هر کسی مسیر رها شدن از کمالگرایی متفاوته چون دلایل کمالگرایی متفاوته. اما با یه روشی آشنا شدم که بهم خیلی کمک کرد و امیدوارم که به شما هم کمک کنه. اون روش رشد 1%. یعنی هر روز فقط یه قدم کوچیک برای بهتر شدن برداریم. به نظر من مهمترین چیز تو زندگی نه کارته، نه خانوادته، نه سلامتته. مهمترین چیز رشد کردنه. یعنی اگه تو به عنوان یک انسان در حال رشد باشی همه بخشای زندگی رشد میکنن. اگه رشد کنی کار و حرفت بهتر میشه. اگه در حال رشد کردن باشی رابطه هات سالم تر میشه. اگه در حال رشد کردن باشی به سلامتت اهمیت بیشتری میدی. و مسئله خیلی مهم اینجاست که این رشدها باید کوچیک و مداوم باشن. یه چیز عجیب غریب و بزرگ و یهویی نیست. اتفاقا تو پیشرفت‌های کوچیک اما مداومه. یه جورایی اضافه کردن عادت‌های کوچیک به سبک زندگی خودتونه. مغز انسان در مقابل تغییر یهویی از خودش مقاومت نشون میده. دیدی یهو همه برنامه‌هاتو که تغییر میدی نمیتونی بهشون برسی و طبق اون برنامه‌ها پیش بری؟ چون بدن و مغز انسان در مقابل تغییر یهویی احساس خطر میکنه. خب هر کاری انجام میده که وارد اون فضای ناشناخته و اون تغییر یهویی نشه. ولی اگه برنامه‌هاتو کم کم به زندگیت اضافه کنی اون مقاومت اتفاق نمیافته. فقط چیزی که باید یادمون باشه اینه که قرار رشد کنیم و قرار نیست که کامل باشیم. خب سوال مهم اینجاست، از کجا شروع کنیم؟ اینجوریه که زندگیمون رو به 6 تا بخش تقسیم میکنیم و تو هر بخش فقط یه تغییر کوچیک ایجاد میکنیم. این تمرین رو شما میتونین همین الانم بنویسید و انجامش بدین. بخش اول کار و حرفه است. چطور توی شغلمون بهتر بشیم؟ این میتونه دیدن یک ویدیوی آموزشی باشه، میتونه خوندن مقاله باشه ولی بدون فشار. دومیش وضعیت مالیه. چطور درآمدمون رو مدیریت کنیم؟ چطور بهتر سرمایه گذاری کنیم؟ بعدیش رابطه با خانواده و دوستامونه. چطور تو ارتباطاتمون رشد کنیم؟ برای ارتباط بهتر با دوستامون میتونیم چی کار کنیم؟ یا برای ارتباط بهتر با خانوادهمون میتونیم که چی کار کنیم؟ چهارمی رابطه عاطفیمون هست. چطور میتونم پارتنر عاطفی بهتری بشم؟ پنجمی سلامت جسممونه. چطور میتونم تو نگهداری و سلامت جسمم رشد کنم؟ و آخری سلامت روانه.
چطور برای حال خوب خودم میتونم قدم بردارم. این تمرین رو میتونین همین الان انجام بدین و تو کامنت ها و هر جایی که این پادکست رو دارین میشنوین بنویسین. هم برای خودتون میمونه و بعد چند وقت دیدنش جالبه، هم بقیه شاید ازش ایده و انگیزه بگیرن. میخوام یه خاطره از خودم براتون تعریف کنم. من چند سال پیش توی استارتاپی کار میکردم که اولین بار بود که توی شرکت کار میکردم. حجم کاری اون استارتاپ هم خیلی زیاد بود و من هم از اول بودم و سبکم اون موقع به این صورت بود که مسئولیت همه رو میگرفتم. یعنی هر کاری که بود میگرفتم که کار انجام بشه و حجم کاری خیلی زیاد بود و من فکر میکردم واقعا همه کارا رو باید امروز انجام بدم. نمی رسیدم چون حجم کاری زیاد بود. سرزنشم زیاد میشد نسبت به خودم که چرا نمیتونم همه کارها رو انجام بدم. من یه روزایی واقعا تو اون شرکت 15 ساعت 16 ساعت جدا از دانشگاه کار میکردم. اون تایم خیلی زندگی عجیبی بود و تایم عجیبی از زندگی من بود. در نهایت من از اون کار استعفا دادم. نه صرفا به خاطر اون حجم کاری، به خاطر اینکه درک کردم که کار کردن یه مسیر هر روزه است. باید هر روز یه سری تسکا رو انجام بدم و توش رشد کنم. چیزی نیست که بتونم یهویی همه کارا رو تموم کنم. و خب تصویری که از من ایجاد شده بود از قبل شمیم و شمیمی که تغییر کرده بود با همدیگه همخونی نداشت و دیگه باعث جدایی من از اون استارتاپ شد. این خاطره رو تعریف کردم چون به نظر من زندگی هم مثل کار من تو اون شرکته. زندگی یک مسیره، یه پروژه موقت نیست که بخوای کلاً تمومش کنی. هر روز است، هر روز درک کردن خودتونه و تلاش برای رشد. تلاش کردن خیلی وقتا صرفاً اذیت کردن خودتون یا فشار آوردن به خودتون نیست، یا موقع‌های استراحت کردنه، مکث کردنه، نگاه کردنه. و به نظر من یه زمانهایی هم در ستایش بتالت لذت بردنه و اینا هیچ اشکالی نداره، فقط جنبه‌های مختلف رشده. و اگه بخوایم صحبتامو جمع‌بندی کنیم میشه اگه رشدهای کوچیک و 1% رو انتخاب کنین، چون تغییر یهویی نیست، مغز حالت مقاومت نمیره و راحت تر به زندگیتون اضافه میشه و رشدهای 1% و مداوم باعث رشدهای کلی و عمیق ما میشن. ممنونم که منو شنیدید. ممنونم که برای رشد خودتون وقت گذاشتین و یه قدم برداشتید. خوشحال میشم اگه چیزی هست که میتونین به صحبت هام اضافه کنین، تو کامنت ها با من و بقیه به اشتراک بذارید. تا اپیزود بعدی مراقب خودتون باشید.